تاجیکستان آخرین یادگاری ما از امو دولت‌های بزرگ است. تاجیکستان آخرین سرپناهی ملت تاجیک برای بقا یافتن همچون ملت است. جمهوری تاجیکستان آخرین جای، آخرین جزیره است که ملت تاجیک میتواند همچون ملت ارمانهای ملی خود را، ارزشهای ملی خود را پیاده کند، تطبیق کند. تاجیکان به بشریت دولتداری را یاد دادند، آموختند. اینا مربی بشر در فن دولتداری بودند. ما وقتی که بسیار ملت‌های منطقه هنوز حالت کوچمنچگی داشتند، ما ایمپریا داشتیم. دولت‌های کوشانیان و ایمپری هخامنشی و ایمپری ساسانیان و ابر دولت سامانیان. این شاهکاری است که تاجیکان نیاگان ما و شما در تاریخ آفریدند. حدود امروزه جمهوری تاجیکستان برابری 3% خاک سامانیان است. این دولت سامانیان چقدر بزرگ بود، امروز هم اگه 3% آن مانده است در دست همین ملت، 97%ش نیست در دست. حدود امروزه جمهوری تاجیکستان کمتر از 1% حدود دولت ساسانیان است، 0.6%. پس ببینید که ملتی که چنین دولت‌های بزرگ داشت امروز هم 1% زمینی تاریخش در دستش است. تمام. من برای میگم که امروز حفظ جمهوری تاجیکستان دیگر مسئله سیاسی نیست، این یک مسئله حیاتی است. بود و نبود همین ملت و بود و نبود جمهوری تاجیکستان همچون دولت وابستگی زنده دارد. زیرا تنها دولت، تنها نظام سیاسی ملی قادر است که برای بودن یک ملت فضا سازد، وگرنه ملت همچون فرهنگ، همچون نظام ارزشی در شرایط بی‌دولتی هضم شده می رود. تنها شرط و شرایط و محیطی که یک ملت می تواند همچون ملت باقی ماند همین دولت ملی است. از این رو وقتی ما میگیم تاجیکستان آخرین امید ما، آخرین یادگار ما از همون دولت‌های بزرگ، آخرین گنجی که در دست ما از این تاریخ مانده است، این یک حقیقت است. این یک گپ سیاسی، یک تبلیغات نیست.